دو تا حرف غلط تو ذهن مردم هست. یکی میگن که آدم اولاد کم داشته باشه به تربیتش میرسه. از دروغای شاخ داره. ما آدم داریم بچهای زیادی داره، یکی دیگه بهتر. آدم داریم 2 تا بچه داره، 2 تا گرگ. ما هیچ دلیل علمی تجربی نداریم که اونی که اولادش کمتره تربیتش بیشتر. حرف دوم اینه که میگه خرجی نداریم. خدا اگر رزقت باشه 10 تا بچه داشته باشی همه سالم با یک آبگوش طی میکنن. اگر رزقت نباشه یه بچه بهت میده، همون یه بچه. اونقدر این بیمارستان و عکس و آزمایش و نظام سونوگرافی و اینقدر حالتو میگیره همون یه بچه. رزق دست خداست. قرآن میگه نحن نرزقهم، میگه من رزق اینا میدم. تو فکر میکنی رزق این دست توئه؟ بعضیا میگن اولاد کم داشته باشیم راحت‌تر زندگی میکنیم. معنای راحتی چیه؟ مثلا عروس و داماد از بچه دار شدن جلوگیری میکنن، میرن رستوران، میرن یه پارک، دلشون خوش رفتن پارک بستنی ساندویچ خوردن. این توجه نداره بوسیدن یک نوزاد از همه رستوران ها و ساندویچ ها شیرین تره. خدای شیرینی ازش گرفته. ما یه شیرینی های داریم که حدیث داریم به خاطر این گناه من مزه شیرینی رو از تو گرفتم. یه سری نعمت ها رو خدا از ما میگیره و میگن چوب خدا صدا نداره. همینه.